سلام عزیزان. من همیشه دوست داشتم در خانه خود یک باغچه‌ک خرد داشته باشم و گل و گیاهی که دوست دارم در او بکارم و میل خودم او را پرورش بدم و از تازگی و تراوت از او لذت ببرم. خب مگه میج او امکان از او نبود که ما در خانه های زندگی کنیم که یک باغچه رو داشته باشیم، ولی من تصمیم گرفتم که گلدان های خرد تهیه کنم و در بالکن خانه خود یک چندین گلدان داشته باشم و چیزهایی که گیاهایی که من دوست دارم در اونجا میکارم. البته یک روز تابستان بود که من میخواستم نعنا بگیرم. کل دکانا رو گشتم، من نتونستم یک نعنای تازه پیدا کنم. فکر کردم که بهتر است من یک گلدان خرد نعنا رو داشته باشم. به خاطر همون رفتم در بازار و یک گلدانه که بسیار خرد نعنا گرفتم. ایرا سال قبل گرفته بودم و یک دانه هم گلدانه که خرد ریحون من گرفتم. این ریحون یک بوتگه که بسیار خرد بود. این را من نگاه کردم، پارسال مکمل از استفاده کردم و نزدیک های زمستان ریحون ما کلان شد و بذر گل داد، بعد بذر داد و من از بذر از او گرفتم و او بذر از او را نگاه کردم و او را امسال یعنی بهار در این گلدانک من کاشتم و میبینیم که بسیار کلان شده و ما هر زمان که بخوایم نعنا و ریحون تازه را در خانه خود دارم و همچنین هر وقت که دلتنگ شدم میرم در پالای از اینا میشینم و از تراوت و تازگی از اینا لذت میبرم و همچنین یک دانه کاکتوسک بسیار خرد هم در پالای از گلدانهای خود من می داشته باشم و همچنان یک گیاه رزماری است که ما میتونیم در بین غذاهای گوشتی خود از او استفاده کنیم که بسیار خاصیت های زیاد می داشته باشه، چرا که رزماری یک گیاهی است که ما میتونیم همراه گوشت خود پخته کنیم که او میکروبا و مرضایی که در بین گوشت ما هست او را از بین میبره و بسیار با تراوت هست و بسیار بوی خوب میده و غذا را بسیار دلچسب و خوشمزه میسازه. و همچنان من یک کار دیگه هم که انجام دادم، ای که من در خانه خود کچالو داشتم، کچالویی که در بهار معمولا نیشه میزنه و سبز میشه و او را دور ننداختم. یک دوست دانگی بود، او را دور ننداختم در بین یک گلدانک خالی که در خانه داشتم و او را کاشتم و حالا میبینید که 3 ماه است که من یک گلدان ما بسیار به سرعت رشد کرد و کلان شد و من توانستم یک گلدان به این زیبایی را داشته باشم که حالا بر ما گل داده و گلاش کم خوب پژمرده شده خیر و میفهمم که در پایین از در ریشه های ازی